الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد تا بزرگان دین، سلف صالحین، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، شاگردان مکتب رسالت را همیشه برای خود اسوه و الگو قرار بدهیم. در برنامه گذشته پیرامون عبادات سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه اشاره نمودیم. در این برنامه پیرامون اصول سیاست مالی سیدنا عثمان بن عفان هست. سیدنا عثمان چگونه سیاست مالی داشتن و بیشتر و سیاست مالی دوران خلافت سیدنا عثمان بن عفان چگونه بود و بر چی طریقی، یعنی به اصطلاح درآمد خلافت از کجا بود و در چی راهی به مصرف می رسید. اصول سیاست مالی سیدنا عثمان بن عفان، زمانی که سیدنا عثمان به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شدن، سیاست سیدنا عثمان همانند سیاست مالی سیدنا عمر فاروق بود، هیچ تغییری نداشت. اما در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه سیدنا عمر اجازه نمیدادن تا مردم به ثروت و بالآخره به ساختن عمارت و به مالکیت زمین و اینها بپردازن. سیدنا عثمان همان سیاست سیدنا عمر را پیش برد در عرصه مالی، اما به اضافه این که برای مردم دستور داد و اجازه داد به خاطر اندوختن ثروت و ساختن عمارت و مالکیت زمین ها و اینکه مردم تلاش بکنن. در خلافت سیدنا عثمان رضی الله عنه مسلمان ها وقتی که به اندوختن ثروت، به تجارت های وسیع و بزرگ و به ساختن عمارت ها و اینها وقتی که پرداختن، طبعا وقتی که سرمایه آمد، ثروت آمد، رفاه و آسایش بیشتر و بیشترتر می شود. در دوران خلافت سیدنا عثمان رضی الله عنه مسلمان ها تا اندازه به رفاه و آسایش بیشتر نسبت به زمان سیدنا عمر فاروق به دست آوردن و نسبت به زمان سیدنا عمر فاروق به رفاه و آسایش بیشتر به سر می بردن. اما این گونه نبود که سیدنا عثمان رعیت خود را کنترل نداشته باشد، رعیت خود را متوجه نباشد. سیدنا عثمان رضی الله عنه همیشه و همیش ملت خود را، رعیت خود را
و زیردستان خود را متوجه می ساخت که به دنیا مصروف نشوند و به دنیا دل نبندند. حالا اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان رضی الله عنه: اولا اجرای سیاست های کلی شریعت در امور مالی و اقتصادی. سیدنا عثمان رضی الله عنه بر روش ابوبکر و عمر، بر روش شیخین، بر روش دو خلیفه قبل از خود عمل می کردن که همان قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، که چگونه سیدنا عثمان گرفتن زکات، چقدر سیدنا ابوبکر صدیق با گرفتن زکات جدی بود، سیدنا عمر همچنین، سیدنا عثمان هم بر راه و روش دو خلیفه بزرگ اسلام که قبل از سیدنا عثمان زندگی کردن بر راه و روش آنها عمل می کردن. گرفتن زکات و تقسیم زکات برای مستحقین، و خود سیدنا عثمان وقتی زکات را می گرفتن و زکات را وقتی تقسیم می نمودن این قضایا را نظارت داشتن. و همچنین جزیه‌ای که از اهل ذمه گرفته می شد این را به بیت المال می پرداختن. وقتی که اهل ذمه جزیه می پرداختن حکومت اسلامی از آنها دفاع می کرد و حکومت اسلامی از آنها حراست و پاسداری و برایشان ارج و احترام و اجازه نمیداد کسی برایشان کوچکترین بی احترامی و بی ادبی و یا این که به مال اونها و به جان اونها دست درازی نماید. و همچنین از راههای به دست آمدن اصول و یا سیاستهای مالی سیدنا عثمان این بود که مجاهدین وقتی که غنائم به دست می آوردن 1/5 غنائم به بیت المال تسلیم می شد و این غنائم را سیدنا عثمان همانطوری که قرآن اشاره می فرماید تقسیم می نمودن و بالآخره برای مستحقینش، برای ایتام، برای فقرا، برای مساکین که الله سبحانه و تعالی در این آیه اشاره می کند. می فرماید واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامى. و همچنین سیدنا عثمان رضی الله عنه و سایر و یا خلفای که قبل از سیدنا عثمان بودن امتیازی که دولت اسلامی، امتیازی که خلفاء الراشدین نسبت به دیگر حکومتها دارن چیست؟ اینه که دولت خلفاء الراشدین، حکومت خلفاء الراشدین تنگاتنگ ارتباط با شریعت مقدس اسلام داشت. خلفاء الراشدین کسانی بودند که رسول صلی الله علیه و سلم می فرمایند سنتی و سنت خلفاء الراشدین، سنت من و سنت خلفاء الراشدین. خلفاء الراشدین ابوبکر و عمر که قبل از عثمان بودن و سیدنا عثمان که بعد از سیدنا عثمان سیدنا علی بن ابی طالب رضوان الله علیهم اجمعین، اینها کسانی بودند که ارتباط تنگاتنگ، ارتباط محکم با شریعت مقدس اسلام داشتند، به دستورات اسلام عمل می کردند. تمام برنامه‌هایشان، برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی، همه اینها سرچشمه می گرفت از آن چشمه زلال که اون چشمه وحی الهی و آن قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بود.
سیدنا عثمان رضی الله عنه با قسمتی که ستون یعنی فقرات یک نظام و یک حکومت مسئله اقتصاد هست. سیدنا عثمان توجه خاص داشتن و در این قضیه سیدنا عثمان خیلی متوجه می شدن نسبت به دیگران، چون خود سیدنا عثمان یک شخصیتی بودن ثروتمند، شخصیت تاجر پیشه، شخصیتی که می دانستن نقش اقتصاد در یک حکومت و در یک نظام چگونه نقش دارد. دین مبین اسلام اگر قانون شریعت، قانون اسلام درست تطبیق بشه، امت اسلامی هیچ وقت دچار مشکل نمی شود. بهترین اقتصاد و بزرگترین اقتصاد به دست مسلمین هست، به دست مسلمان هاست. اسلام هست که دروازه های اضرار و ضررهای اقتصادی را بر روی پیروان خود بسته. اگر قانون اسلام در زندگی ما تطبیق بشه، امروز کشورهای اسلامی اقتصاد دارن، سرمایه دارن، و یا این که به بعضی کشورهای اسلامی چقدر مبلغهای انگفت کمک میشه، چرا بالاخره اثراتش کمتر دیده میشه؟ به اینه که ما به قانون اسلام و قرآن که پیرامون اقتصاد برای ما دستورات داده متوجه نکردیم. سیدنا عثمان رضی الله عنه وقتی که زکات می آمد، وقتی که زکات تقسیم می شد، سیدنا عثمان خودش نظاره می کرد. وقتی که غنایم می آمد، از آن 1/5 سیدنا عثمان برای مستحقین، برای اونهایی که دین و اسلام و قرآن برایشان اجازه داده بود، سیدنا عثمان میداد. پس بناهن تمام دروازه های اضرار را که ضرر برای اقتصاد امت اسلامی وارد میکنه، دروازه های ضرر و اضرار را دین و اسلام و شریعت مسدود کرده، دروازه های خیر را باز کرده، دروازه های رحمت را باز کرده. چگونه دروازه های ضرر اقتصادی را اسلام بسته؟ اسراف چی ضربه بزرگی در اقتصاد میزنه؟ تبذیر، ربا، خوردن مال یتیم، خوردن مال دیگران به ناحق، غش، خیانت، خدعه، نیرنگ، احتکار، همه اینها را وقتی دین مبین اسلام این معاملات و این بیع و شرایی که در او ربا باشه، در او سود باشه، در از او احتکار باشه، در از او غش باشه، در از او خدعه و نیرنگ باشه، اینها را شریعت ممنوع کرده. به خاطر چی؟ چون دروازه های اقتصاد، اینا دروازه های ضرر هست، دروازه های شر و شرور هست. اما عکس دروازه های چی را باز گذاشته؟ شریعت مقدس اسلام. دروازه انفاق بکن، کمک بکن به برادر مسلمان خود، به خواهر مسلمان خود، کمک بکن به ایتام و به فقرا و به مساکین، کمک بکن به اونهایی که اسیرن، به اونهایی که قرض دارن، به اونهایی که محتاجن. بحث انفاق، بحث تعاون، بحث صداقت، بحث مساعدت و همکاری، اینها موضوعاتیه که تعلق میگیره به اقتصاد اسلامی. در صدر اسلام خلفای راشدین سیدنا ابوبکر و عمر،
که الان بحث ما از سیدنا عثمان بن عفان هست، اینها توجه خاصی داشتن که اقتصاد اسلامی چگونه به دست بیایه از رای شرعی و چگونه به مصرف برسه. باز هم ادامه همین بحث اصول سیاست مالی سیدنا عثمان هست که انشاءالله بعد از میان برنامه بیان می شود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث ما پیرامون سیاست مالی سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه. از جمله اصول سیاست مالی این که سیدنا عثمان گرفتن مالیات از صاحبان مال و ثروت. سیدنا عثمان به کارگزاران امر مالیات وقتی که دستور میدادن که شما بروید مالیات را بگیرید، این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سیدنا عثمان برای کارگزاران و برای مأمورینی که امر شده بودن به گرفتن مالیات که شما بروید مالیات بگیرید، این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را به کارگزاران خیش، برای مأمورین خیش و برای اونهایی که مسئولیت گرفتن مالیات را داشتن به اونها میخواندن و میگفتن که به این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم گوش کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم به کارگزاران خیش دستور میدادن که در جمع‌آوری مالیات افراط و تفریط نکنید. افراط و تفریط را، مبالغه و افراط را در پیش نگیرید و از گرفتن مالیات در بهترین محصولات کشاورزان چشم پوشی کنید. نشود که بروید همان مالهای سره و مالهای بالاخره بهترین مالهای اونها را نه خیر، نه افراط و نه تفریط. این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم را عثمان بن عفان برای مسئولینی که طرف گرفتن مالیات میرفتن حدیث را سیدنا عثمان میخواند. و همچنین سیدنا عثمان برای مأمورین که این مسئولیت را داشتن این را اشاره میکرد که متوجه باشید. یعنی چی؟ متضرر نشدن مالیات دهندگان، اونهایی که مالیات میپردازن، متوجه باشید که اینها متضرر نشوند. و همچنین برای والیانی که یا برای مسئولینی که این وظیفه را داشتن، سیدنا عثمان برای اونها میگفت متوجه باشید که وظیفه اصلی شما این نیست که شما فقط مالیات بگیرید. این دستور سیدنا عثمان برای والیان بود.
وظیفه اصلی شما، اساسی شما، مراقبت و رعایت احوال مردم هست. متوجه باشید که تمام هم و غم شما گرفتن مالیات نباشه. متوجه امنیت مردم، متوجه آسایش مردم، متوجه بالاخره مشکلاتی که مردم دارن و مشکلات اونها رسیدگی کنید. سوالهای دارن جواب بدهید، حرفهای دارن با مشکلات اونها رسیدگی کنید. و در ضمن این هم وظیفه شماست که مالیات را جمع‌آوری کنید، نه آنطوری که مردم متضرر بشن، نه آنطوری که مردم اذیت بشن، نه آنطوری که شما بهترین مال اونها را بگیرید، بهترین اسب اونها را، بهترین شتر اونها را، بهترین بالاخره سرمایه. نخیر، نه افراد داشته باشید و نه تفرید. و همچنین از جمله اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان پرداخت حق و سهم مردم از مالیات. وقتی سیدنا عثمان چیزی را می گرفتن، وقتی زکات را می گرفتن، وقتی جزیه را می گرفتن، وقتی بالاخره چنین نبود که حق مردم را فراموش کنن، سهم مردم را فراموش کنن، حقوق مردم را فراموش کنن. گرفتن جزیه وقتی از اهل ذمه بود، سیدنا عثمان فرمودن، از ارشادات سیدنا عثمان، هیچ مسئولی حق ندارد نسبت به اهل کتابی که جزیه خود را پرداخت میکنه ستم روا داشته باشه، ظلم روا داشته باشه، چون ایشان یعنی اهل ذمه از حمایت دولت اسلامی، خلافت اسلامی برخوردارن. شما ببینید دین مبین اسلام را بعضی انسان ها میگوین چرا جزیه؟ این جزیه به خاطر چی هست؟ خب جزیه به خاطر این هست که یک انسان غیر مسلمان در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکنه، عقیدهش خلاف عقیده مسلمین، فکرش خلاف فکر مسلمین، در گذشته با مسلمین درگیر بوده، درگیر جنگ بوده، الان بالاخره قبول کرده من با شما نمی جنگم، من بالاخره به شما ضرر وارد نمی کنم. حالا چیزی را می پردازه. این جزیه به خاطر چیست؟ به خاطر حفاظتش، به خاطر آبرویش، به خاطر حفظ جانش، به خاطر حفظ مالش، به خاطر حفظ ناموسش. اگر مسلمان تعرض کنه به آبروی یک ذمی، به جان یک ذمی، به مال یک ذمی، اگر تعرض کنه به ناموس ذمی، خلاصه آزار و اذیتی برسانه، شریعت مقدس اسلام همان حکم و حدودی که در دین آمده بر سر او اجرا میکنه. این است که در زیر سایه حکومت اسلامی یک کافر هم در امن، در امان، آرام و آسوده زندگی میکنه. اما متاسفانه که امروز ما میبینیم که مسلمان ها در کشورهای خود، حتی زعمایی که فریاد اسلام و اسلام خواهی را سر میدهند، باز هم مسلمان ها آرام نیستند. این مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما از سنت رسول صلی الله علیه وسلم و از سنت خلفاء الراشدین و از دو منبع بزرگ که همه نور و برکات هست، قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم، فاصله گرفته. پس بناهن از جمله اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان این بود که گرفتن جزیه از اهل ذمه و حفاظت و حراست از ایشان و همچنین جلوگیری از هر نوع ظلم و ستم برای ایتام. سیدنا عثمان متوجه می ساخت که نشود که برای ایتام ظلم روا دارید،
نشود که حقوق ایتام پایمال بشه. و مسئله امانتدار بودن، امانتدار بودن کی؟ کارگزاران دولت، موظفین، مسئولین، اونهایی که در جریان اقتصاد قرار داشتن، اونهایی که به جمع‌آوری مالیات قرار داشتن، اونهایی که سرمایه و اقتصاد یعنی وزیر اقتصاد بودن. سیدنا عثمان برای کارگزاران خود هر لحظه که روبرو میشد این آیه مبارکه را میخوند: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و همچنین تأثیرات ثروت و رفاه در جامعه، وقتی گفتیم که سیدنا عثمان اجازه دادن که مردم سرمایه داشته باشه، مردم زمین ها را آباد بکنه، اجازه دادن که سیدنا عثمان اجازه دادن که مردم عمارت بسازه، خانه بسازه، زندگی بسازه. سیدنا عثمان وقتی این اجازه ها را داد، ملت خود را به حال خودش رها نکرد. همیشه سیدنا عثمان آنان را از گرفتار شدن در دام لذت‌های دنیای فانی برحذر می داشت. سیدنا عثمان همیشه این آیه را برای رعیت خود و برای زیردستان خود و برای اونها این آیه را تلاوت می کرد: و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا. همه را متوجه می ساخت که متوجه باشید: و اذا اردنا ان نهلك قرية. الله سبحانه تعالی وقتی بخواد قریه را هلاک بکنه، قریه را از بین ببره، شهر را از بین ببره، اونها را دوچار لذت ها و دوچار این دنیای فانی میگردانه و اونها حرکت میکنن طرف فسق و فجور و اونها بالاخره سرانجام به ویرانی و به هلاکت کشانده میشن. پس بناهن این بود از جمله اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان و همچنین تقسیم اراضی و املاک. اینها به خاطر اینکه چون دامنه حکومت اسلامی وسیع شده بود و امت اسلامی نیاز داشت، مورخین میزان درآمد سالیانه این سرزمین ها و این زمین هایی که داده شده بود برای کشت و زراعت و اینها که وقتی به خزانه بیت المال پرداخت می گردید، فرق بین درآمد خلافت سیدنا عمر در عرصه زمین و املاک و اینها و زمان سیدنا عثمان، در زمان سیدنا عمر چون سیدنا عمر زمین ها را به خاطر کشت و زراعت و بالاخره به آبادی امارت و بالاخره به ساخت و ساز اینها سیدنا عمر نداده بود، درآمد سیدنا عمر به 900,000 درهم می رسید. یعنی سالانه 900,000 درهم به بیت المال داده می شد. در زمان سیدنا عثمان، چون سیدنا عثمان خلفای راشدین هر کدام فکرشان چنان فکری بود که رسول صلی الله علیه وسلم می فرمایند سنتی و سنت خلفای الراشدین. سیدنا عثمان از او ابتکاراتی که داشتن، از او جهد و تلاشی که داشتن، وقتی که اراضی زمین ها را تقسیم کردن، املاک و اینها را به خاطر کشت و زراعت و اینها، به زمان سیدنا عثمان از این راه که به بیت المال سرمایه آورده میشد و به بیت المال داده میشد، این سرمایه به 50 میلیون درهم رسید. زمان سیدنا عمر 900,000 درهم، به زمان سیدنا عثمان 50 میلیون. این چی را نشان میدهد؟ این همان درایت و همان فکر و همان تخصص سیدنا
عثمان در عرصه تجارت و اقتصاد و اینها. این بود به طور خلاصه و فشرده اصول سیاست های مالی سیدنا عثمان بن عفان. انشاءالله باز هم که چگونه هزینه می شد و روابط سیدنا عثمان نسبت به خویشاوندانش چگونه بود به برنامه بعد انشاءالله بیان میشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.